چرا سلیم با نامزادی حمید و رضیه مخالفت میکند و آیا در قسمت بعدی یعنی قسمت 38 مراسم نامزادی حمید و رضیه گرفته می شود یا خیر؟ در ادامه با ما باشید و حمایت های نیک و خوبتان را فراموش نکنید. سلام و درود دوستان عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی جدید کانال تصویر. در قسمت 37 همه شما دیدید و شاهد بودید که مالک حمید و رضیه را با هم یک جا ساخت و گفت که شما زن و شوهر خوبی خواهید شد. و در قسمت 38 هنوز مشخص نشده که مراسم نامزادی حمید و رضیه برگزار خواهد شد یا خیر و سلیم هیچ رضایت در مورد نامزاد شدن رضیه و حمید نشان نمیدهد که احتمال می رود در روز نامزادی این دو بهترین سلیم کار بکند که محفل را به هم بزند و سریال را جالب و جالبتر بکند. و شایعات هم در صفحات مجازی در حال پخش شدن است که سلیم احمد را در روز نامزادی با خواهرش از بین میبرد. با کسب معلومات دقیق دوباره به حضور شما آمده و این موضوع را آشکار خواهم کرد. برای حمایت از ما ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب نمایید. تا یک ویدیوی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.